خیلی چی بگم مسئولان گذاشته هم خیلی در اتوبوس در اومدیم میترسیم که یک با دست بخفیم یا بهانه یا چی را توزر تاثیراتش هست. احواز در نظر من که همون کار نمیشه رنگ گریپوی هم خیلی عادی شدگی های. همه گرفتار شدن مشکلی همین کسلی مشکلی نداره مگر مشکلی داشت کنیش نه. گفته ارسو داجی вспоминать не хочу. 5 سال پیش در دوران کرونا در ایران تجهیزات پزشکی تولید می‌کردم. دوران سختی بود ولی ما خدمت رسانی کردیم. بعد به 3 تا استان 3 تا ولایت من کارخونه من لباس و تجهیزات پزشکی میداد. در روز تو ایران حتی 600 نفر هم تلفات داشتیم. خیلی دیر واسه ما واکسن کرونا اومد. نمیدانم حالا مشکل مسئولین ما بود یا تحریم این کارو با ما کرد. وضعیت بزرگ بود هم محکم بود رفت. کرانتین بدم محکم زواده بسیارش کرونا میکرد. در اون کار بار شما چقدر تاثیر رسونده؟ چی خاطرات دارین از این کارنامه در روسیه؟ همین کار بار ما خوب کار یا کار نکنیم یا تو اون چیزش برمانه یا خوبه. Я во время пандемии не была здесь. Я была в Москве. در دوره پاندمی من در اینجا نبودم، در مسکو بودم. در یاد دارم که خیلی مشکل بود. ما همه در خانه می نشستیم و ممکن نبود که بسیار به بیرون برویم. اگر هم می برآمدید برای یک وقت معین بود. همه با نقاب و دستپوش می گشتند. خیلی مشکل بود و فکر می کردی که آن به پایان نمی رسد. ولی حالا می بینیم همه به پایان رسیده است و امروز به ویروس گشت و گذار داریم. Казалось, что это никогда не закончится, но благо все закончилось. И сегодня мы уже без вируса. واکسن هایی که من زدم پیامدهای من این است که نمیتوانم متعدد صحبت کنم، کنفرانس بدم. فراموشی گرفتم. بعد کلماتی رو میخوام بنویسم بعضی از کلمات از یادم میرود. این آثارش است. بعد آثار کرونا هم هست. پزشک هم مراجعه کردم گفت آثار کرونا است. نمیدونم فقط